دیدین دوستای عزیز یخ در خود نزدیکی همین سنگ دیواری که 1 متر دور نیست از خود همین مزار بگیم دیگه مزار بگیم که بسیار ما کلمه نکنم از نزدیکی مزار خوجمک یخی ولی چشمه یخی 1 متر دور نیست 1 متر در سوراخی سنگ ها در داخل زیر همین خرسنگ هایی که از بالا جر شده ریزش خورده اومدگیان و در کوکی خدی همین سنگ ها کی میدرویه؟ میدروی توکل به خدا بسم الله الرحمن الرحیم از بعد دوستای عزیز یخی طبیعی را میکشیم میبریم میتونم تو خب گوش مویده کار بیده پیاد شنم دوستای عزیز گرامی از داخل همین چقوری یخی طبیعی یخی تازه علاقه به دست ما رسید منه پیش بیار ترموز نوردیم یخ ای بیرون در چشم نموداره آفتاب نمیرسدم لیکن هوای گرم میرسش به همو هم نگاه نکرده صفت خودش گم نمیکنه آب نمیشوه شیشتگی ای منم خیلی اینه خب اعتقادات وجود داشته است که هنگامی در خانه بیمار داشتن اگر بیمار در فصل گرما آرزوی یخ آب یخ میکرده است این در زمانهای 100 سال پیش یا 50 سال پیش بگیم یگان نفری از خونهشون روان میکرده بودند به نزد مزار خوجا مکیخ ولی به چشمه یخی به همین نیتی که یخ گرفته شکسته ببره به بیماره و هنگامی که میگه یخ میشکند در هنگام شکستن یخ اگر یخ میده ریزه اگر میشکسته است این نشانه او بوده است که بیماری همون کسلی همون شخصی که بیمار است بیماریش تبابت نشونده است
اگر که حجم یخ شکسته کلون کلون میشده است نشانه اوی بده است که بیماری شفا مییابد. خوب دیگه برادرها قصه واقعی است. همین گونه عقیده ها وجود داشته است. این بافته و ساخته من نیست. تا کدام اندازه حقیقت داشتن امین عمل هایی که میکرده دستن مردم تا کدام اندازه درست بده است من به شما اثبات علمی کرده نمیتونم. این عقیده مردم بده است. تا کدام اندازه واقعیت دارد یا داشت این عمل ما به شما هیچ معلومات داده نمیتونیم. و پرسان هم شدیم، گفتن مصفید بابام گفت قصه کرد که همین گونه عقیده وجود داشت و میشد که یخ میگرفتن میبردن بیمارا میخوردن شفا میافتن. مردم در داخل همین صندوق در داخل صندوق در اومدن خنک خوردن افتابی گرفتن گرم شوی رفتن. اون ترسیدن. گرم شدین افتاده. ساعت بین اصلا چنده ساعت؟ ساعت 9 8:46 9. تماشا بینو عزیز ساعت 8:46 دقیقه با وقتی دوشنبه امروز 17 یونی سال 2021 قرار داریم در نزد مزار خواجه مکیخ ولی و چشمه یخی. سنگ پاره هایی که در نوار شما میبینین و بالاشون سایه، یک ساعت بعد دیگه دوستای عزیز، یک ساعت نه یکون 10-20 دقیقه دیگر آفتاب با بالای همیجا میآید. این کوره سنگا تا آفتاب غروب کردن تسبی آفتاب میخورن گرم میشوند. لیکن در داخل همون کوره سنگا در همون جایی که ما نشون دادیم به شما چشمه یخی تا چندی که آسمون هوا تفسیدن میگیره همین قدر یخ آب یخ بستن میگیره و یخ ها بزرگ میشوند در داخل کوره سنگا. خب دیگر نمیدونم دوستای عزیز به شما باز چی را علاوه کنم. طبیعت این همین قدر است. از این بالا دیگه در این نزدیکی کوه نیست، در اینجا جای نیست که آب ذخیره شوه. همین چیزا علاوه نکردم به شما. جای نیست که در اینجا آب ذخیره شوه و در اینجا بیایه یخ کنه. نه تنها این آب در تابستان یخ میکنه، در زمستان میگه که از بین همین کوره سنگا تفی آب میخیزه، آبی گرم فقط در زمستان، لیکن در تابستان آب یخ میکنه. عجیب نیست؟ عجیب است. در این حکمت پروردگار، در این علم پروردگار خب دیگر هیچ جای شک شبهه نیست. ایرا علمی بگیم با خودش خاص علمی گیوگرافیا میگن، چی میگن؟ علمی طبیعت شناسی است. گیولوگا تحقیقات میبرن این چیزا همو میدونن. علمی پروردگار، علمی گیولوگیش هم، علمی طبیعت شناسیش هم همش خلاص علمی پروردگار همو میدونن که با کدام خاطر در اینجا یخ میبنده و کدام خاطر در زمستان آب گرم میشوه. فکر میکنم که در زمستان حتی آب در اینجا شاید 1 گرادوس جوش هم بیاید. انشالله اگر زنده باشیم زمستان هم سفر ایجا میکنیم، در زمستان به شما نشان میتیم. ما خودمونم باید با چشم سرمون ببینیم که آب در زمستان چگونه است، سرد است یا که گرم.
میگم همین تا پول نیاخه. عجیب است. چقوری نه چندان زیاد است. 1 متر زیاد باشه 1 متر ای. چقوری که یخ وجود داره. این همیست لوز 50 سانتی متر نیست که این اوز میره من نشون میتم. بسم الله الرحمن الرحیم. یخ 50 سانتی متر نیست. یخ خنک نیست. باور میکنی شما که یخ خنک نیست. خنک هست لیکن اون عمودی که خنک یخ در زمستون یخ مقرری که در دیگه جاها هست یا که از همون یخدانو هست او خیلی یخ خنک نیست. باز فکر نکنین که نبات باشه. منم میچکه نبات نیست. کریستال میگن که نیست. یخه. برادرو یخ میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایدارون نجیب پدوات میکنه و میگیریم میمونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرو ای چخوری خیلی گفتیم نه زیاده از 1 متر. برادرو اینا کانتر تاگش لوی دوره اینا ای اخو سحر بر وقت که ما اومدیم نبدن وقت تو چندی که گرم میشوه یخبندی شروع میشوه. یخ سخته با سنگ فقط شکسته میشوه. اوه آخر جا در داخل همین چقوریو وقتی که میدروی داخل میشه به نهایت شمال خنکای که مثل زمستون. همین زمستون چه خیلی که سرده من همین خیلی به نهایت خنک میخوری. نجیب در داخل حاضر و فکرم که شوخ شده کم کم آوازش میبروید. در دهه در یال دقیقاً بگیم همه انتظاری مای که آیا همین چیزا ما اومدیم درسته یا نه. همه این چیزا شنویدگی های. فقط شکارکی هایی که میوین در همین جا میگردن همو دیدگی هم تمام. کسی که نقل میکنه مردم با بگیم شبهه طرفش نظر میکنه پیسخند هم میکنه. لیکن ما اومدیم اینو بنوار گرفتیم. حتی یخ اگر که ترموز ساق سلامت بریمش انشالله مردم ده نشان میدیم. یک چیز دیگه برادرو موقعی که نقل میکنن شکارکی و آدمای همیجا را دیدگی میگه که این سنگو اول نبوده است. یک 10-20 سال پیش بگیم یا 30 سال پیش این سنگو به دست کم همین آب رو شد در بالای زمین میرفته است یخ میکرده است. می اومده بر چشم در بیرون میدیده همین چیزا. یک از سبب که سنگو دیگه جر شدن بالای همیجا را پوشوندن آب در زیر سنگو مونده است. در زیر سنگو یخ میکنه. بگیم این محفوظ مونده است. ای چشم ای نظر ها پنهان شده است. لیکن خیلی که نقل میکنن آب جاری بده است. آبی دریا هم بگیم آبی کلان نیست که اینقدر باشه اینقدر آبی کمه جاری بده است. یک چند متر جو بعد یخ میبسته است با پنهان میشده است در زمین میرفته است. اما سنگزور ریگه. اگر خطا نکنم خاصیت یخ گفتیم که یخدون میخری این خلدل نکه اوضاع تا بیجا میکنه. لیکن این یخ اگر سلفه هم کنی ما سری طوری چریده ایستویم.
هیچی یخی گرمه ای آبش هر سه همیو شویدن خداوند شویده در یک دم نه او دم گرفته در 10 دقیقه نگذشته یک بقلش خواه خوردم خبر نشیدم یکی تشنگی نشکست آیا دارم بگیرم بسته نشان گفته نه بخش ای دروزه ای بیخ هم یک هفته نخی به ما مگی میشه آوزو که اول بجه بعد ویشتی نکش نک بوله اون ناو یخ کس ول بینه ای طوری همو ای چو میچکنه ای طورش نه پیش دانی او نیسته یخ کش اولا خب بیا یک